یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. نخبگان موظفن، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه ها موظفن، تریبوندارها موظفن، مدیران بسیاری از دستگاه ها موظفن. کسانی که سرفصل های آموزشی رو برای کتاب های درسی تعیین میکنن اینا موظفن. اینا همه یه وظیفه است بر دوش همه. باید ما به خودمون همگی نهیب بزنیم، در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. اصل قضیه این است که ما متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیفه؟ این یک آسیبه. با اینکه کار جمعی رو غربی ها به اسم خودشون ثبت دادن، اما اسلام خیلی قبل از اینها تعاونوا بالبر و التقوا را گفته است و اعتصموا بحبل الله جمیعا را گفته است. یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دست جمعی باشه. ولا تفرقوا را گفته است. چرا در برخی از بخش‌های کشورمون طلاق زیاده؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوانها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیبه. رفت و آمد توی خیابان یکی از مسائل ماست. مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است، چقدر درسته، چه الزاماتی دارد که باید اونها رو رعایت کرد، چقدر اون الزامات رو رعایت میکنیم. الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است. در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن که رفتارهای ماست. چقدر این نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست، چقدر عقلانی است، منطقی است. طراحی لباسمون چطور؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درسته، چقدر مفیده؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضی ها با داشتن توان کار از کار میگریزند. علت کارگریزی چیست؟ در محیط اجتماعی برخی ها پرخاشگری های بی مورد میکنن. علت پرخاشگری و بی صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه ها چقدر مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشه؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ قانونگریزی در برخی از مردم که یک بیماری خطرناکی است، علتش چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر هست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر هست؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف چقدر مورد توجه و اهتمامه؟ چرا برخی از حرف‌های خوب، نظرهای خوب، ایده‌های خوب
در حد رؤیا باقی میمانه، در حد حرف باقی میمانه؟ چرا به ما میگن که ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری ما کمه؟ 8 ساعت کار باید به قدر 8 ساعت فایده داشته باشه. چرا به قدر 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت؟ مشکل کجاست؟ مصرفگرایی در جامعه چرا در بین بسیاری از مردم ما رواج داره؟ آیا مصرفگرایی افتخار است؟ اینکه ما بخواهیم هر چی که در اختیارمون، هر چی گیر میاریم، صرف اموری بکنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست. مصرفگرایی یعنی این. چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع بشود؟ چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ماست. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید 1 ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود داره؟ این بیماری غربی چگونه نفوذ کرده است در جامعه ما؟ تجملگرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چکار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش‌های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و 10 مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد آبان هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست. در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانن اون چیزی رو که مورد نیازشون هست از او به دست بیارن و پیدا کنن. اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای زندگی ما معین بکنیم، برای خودمون ترسیم بکنیم، متناسب با خود یه سبک زندگی به ما پیشنهاد میشه به طور طبیعی. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه. یک هدفی رو باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را با او ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش ها امکان پذیر نیست. مسئله ایمان مهم است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد
یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشه. بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد. نکته دومی در اینجا وجود دارد و اون این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی به تحمیل تمدن غربی است. بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها یک باریکی یک حرکت جمعی و عمومی انجام بگیره. نه، این کارها باید با تدریج انجام بگیره، دستوری هم نیست. اینها فرهنگسازی لازم داره. همونطور که گفتم کار نخبگانه، کار فرهنگسازانه و شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است.